کمتر کسی در دنیای واقعی و مجازی وجود داره که این دو چهره و شخص رو نشناسه. حسن روحانی رئیس جمهور فعلی ایران در سمت راست و محمد جواد آذری جهرمی متولد 22 مهر 1360 در سمت چپ این تصویر. در روزها و ماهای گذشته محمد جواد آذری جهرمی و حسن روحانی تا تونستن در خصوص مباحث مختلف الکترونیکی و فناوری اطلاعات به مردم دروغ گفتن. امروز در برنامه پشت پرده چند تا از این ویدیوها رو کنار همدیگه میچینیم برای شما و قضاوت با خود شما. اول از استاد دروغ ایران یعنی حسن روحانی با شما شروع میکنیم. یادتونه چند وقت پیش در خصوص فیلترینگ تلگرام چقدر با حس غرور با مردم صحبت میکرد و میگفت تلگرام رو فیلتر نمیکنیم و میگفت ما بیداریم و یه عده شبا خوابشون نمیبره. بریم اون تیکه ها رو بشنویم، بیایم با این دو شخص کار داریم. افتخار دولت 11 و دولت 12 گردش اطلاعاته. شما امروز ببینید تو مردم ما چقدر دارن از فضای مجازی استفاده میکنن. خب یه عده خوششون نمیاد از این فضای مجازی، بدشون میاد. یه عده میگن مردم منحصراً باید از صدا و سیما بشنوند و ببینند. همچون نظری دارن. اشکال نداره صدا و سیما باشه، اهلا و سهلا، صدا و سیما کار خودش انجام بده. البته ما معتقدیم صدا و سیما باید صدای ملت منعکس کنه، نه صدای یک جناح رو. این اعتقاد ماست و صدا و سیما باید خودش اصلاح کنه. اما در این حال صدا و سیما همه مردم خوب استفاده میکنیم، همه ما از صدا و سیما اهلا، ولی همین دیگه جای دیگه حق نداریم، باید همه جا رو ببندیم. خب بله، یک شبکه رو به خاطر شرایط امنیتی کشور ممکنه 2 روز 5 روز بگیم بسته باشه، بعد حالا میخواید سوء استفاده کنید دیگه. حالا که بسته بود نه دیگه قشنگ بود، خیلی خوب بود، شب خوب راحت خوابیدیم، این بسته باشه برای ابد. تو راحت خوابیدی، 40 میلیون گرفتار بودن، تو فکر میکنی تو هستی فقط؟ 100,000 نفر شغلشون از دست دادن تو این یه هفته، تو شغلت بهتر شده. ما که نمیتونیم با مردم اینجوری رفتار بکنیم. ما باید به خواست مردم توجه کنیم، ما باید به زندگی مردم توجه کنیم. من حالا دیدم تو این چند روزی که یکی از این شبکه‌ها بسته بود، من گفتم بازش کنید. همینجاش اگر نگه داریم تصویر رو، یکی از دروغ‌های دولت و آذری جهرمی آقای روحانی در میاد. گفتش که من گفتم فیلترینگ رو باز بکنید. همیشه دولت آقای روحانی ادعا داشت که ما تلگرام رو فیلتر نکردیم. پس اگر شما فیلتر نکردید چطور با دستور شما رفع فیلتر میشه؟ یا اگر با دستور شما یک پیام رسان رفع فیلتر میشه، خب چرا الان یک دستور نمیدید که تلگرام دوباره رفع فیلتر نشه؟ همه این صحبت رو وقتی کنار هم می‌ذاریم، راحت دروغ‌های آقای روحانی و جهرمی در میاد که در ادامه صحبت قبلی و صحبت‌های آینده آقای روحانی در این مجمع رو برای شما دروغ‌هاشو در بیارم. ادامه صحبت‌ها رو بشنویم و من دلایل این صحبت‌های روحانی در این دیدار آقای روحانی با وزارت امور اقتصاد و دارایی و بعضی از خبرنگارها رو میگم چی بوده پشت پرده‌اش. دیدم یه چند تا از اینا یه نامه‌ای نوشتن که آقا ای کاش بسته میماند، شما چرا زود عجله کردید فلان الا. نمیگه که چند نفر تو اینا اجناسشون رو به نمایش میگذارن، به فروش میرسونن. نمیگه اون طلبه گوشه حجره مدرسه فیضیه هم کتابی که نمیخواد از طریق یکی از این شبکه‌ها به معرض فروش میذاره. میگه من 3 تا کتاب دارم قیمتش اینه که میخواد، اینم آدرس من. اون طلبه هم داره از این شبکه به فروش میرسونه. اون فردی هم که از خونه امروز میخواد با تاکسی بره، ترجیح میده از این فضا استفاده کنه. خب حالا یه عده دنبال یه دکونی قبلا بودند، حالا خوششون نمیاد. بله، ما باید زندگی مردم رو درست کنیم، مردم باید راحت‌تر بتونن زندگی بکنن. توجه کردید چقدر روحانی زیبا درست مثل یک آخوندی که روی منبر نشسته
خیلی شیک و مجلسی شبکه‌های اجتماعی رو توصیف کرد. گفتش که شبکه‌های اجتماعی چقدر میتونن تأثیر داشته باشن توی زندگی مردم، پس وجود شبکه‌های اجتماعی لازمه، نباید شبکه‌های اجتماعی فیلتر بشه. و حتی اسم طلاب حوزه علمی قم رو هم آورد که نکنه یه دفعه این صدای آخوندهای حوزه علمی قم هم در بیاد و امام و انقلاب اسلام به خطر بیفته. همه این مقدمه چینی‌ها رو کرد، نه به خاطر فیلتر نشدن تلگرام، به خاطر اینکه بگه وجود شبکه‌های اجتماعی داخلی لازمه. که پس از اونم آقای آذری جهرومی وزیر جوانش اومد با خبرگزاری ایلنا مصاحبه کرد و گفتش که وام 5 میلیاردی به شبکه‌های اجتماعی داخلی وعده نیست، تکلیفه. همه اون مقدمه به خاطر این بود که بخوام با یک رانت و لابی وام‌های میلیونی و میلیاردی رو به دوستان و آشنایان افرادی که از پشت بستن و شبکه‌های اجتماعی داخلی رو دارن و قرار شبکه‌های اجتماعی داخلی رو شنود بکنن داده بشه. یعنی هم بخوان اطلاعات مردم رو شنود بکنن، هم بخوان وام‌های میلیاردی بدن و پورسانت‌های خودشون رو بگیرن، همین که به خاطر وعده تلگرام آقا ما تلگرام رو فیلتر نمی‌کنیم مردم رو راضی نگه دارن. ببینید چقدر سیاست کثیفه و چند جانبه دارن عمل میکنن. که بعد از اون آقای روحانی اومد گفت نه ما هرگز دستمون روی دکمه فیلترینگ تلگرام نمیره، من به وزیر جوان خودمم گفتم. بریم بشنویم. ما دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهیم بود. اینجا وزیر ماست به مردم قول میده دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت. خب این چهره خندان محمد جواد آذری جهرومی، کاری با گذشته این آدم نداریم که یا در وزارت اطلاعات بوده یا اطلاعات سپاه بوده و وظیفه شنود رو داشت و اینا. ول کنید، فراموش. خیلی از رسانه‌ها راجع به این صحبت کردن. محمد جواد آذری جهرومی میزان حالش رو قرار میدی و اینکه توی این روزها و ماهای گذشته چرا آقای محمد جواد آذری جهرومی نمیاد راجع به وام‌های میلیاردی که به پیام رسانه‌های داخلی داده شفاف سازی بکنه، بگه کجا خرج شده، برای چی خرج شده و چه دستاورد مثبت و مفیدی رو برای مردم داشته. قطعاً خبرهای محرمانی به تیم پشت پرده رسیده که نشون میده که دستای پشت پرده است. آقای آذری جهرومی بیاید توضیح بدید راجع به خودتون و برادرتون که با چه رانت و لابی به این شبکه‌ها و پیام رسان‌های داخلی وام میلیاردی داده شده. آیا شخصی مثل امین فردی میتونه یک پیام رسانه داخلی بزنه و بهش وام میلیونی و میلیاردی داده بشه؟ قطعاً جواب منفی هستش. کسایی که داخل ایران باشن میدونن که وام میلیونی و میلیاردی بدون رانت و لابی امری محاله. اما شما شخصی هستید که گفتید که ما حفاظت میکنیم از دیتاهای مردم داخل ایران و چون شبکه‌های رسانه‌های خارجی اومدن تبلیغ کارهای خلاف کردن از جمله تلگرام و میخوان یه ارز مجازی رو وارد بکنن، به خاطر همون فیلترش کردیم. میریم صحبت‌های شما رو میشنویم. یه جای دیگه من سر مچ شما رو میگیرم که شما میگید که اطلاعات مردم از طریق تلگرام پایش میکردیم. گوش بدید. با دولت‌ها نیست، احترام به کاربره. آیا ما مگر اطلاعات حریم خصوصی مردم رو از اون خواستیم یا چیزی در رابطه با حوزه‌های سیاسی خواستیم؟ ما گفتیم خشونت رو ترویج خشونت رو متوقف کنید و این موضوع هم اگر اصلاح نشد طبیعتاً ادامه فعالیت این چنین شبکه ما متعهدیم که شبکه‌های اجتماعی رو ترویج کنیم، فضای مجازی. با این صحبت آقای آذری جهرومی فقط میتونیم به یک نتیجه برسیم، اونم این که چون تلگرام ترویج خشونت میکنه ما باید فیلترش بکنیم. اما اگر بیان شبکه‌های اجتماعی داخلی رو نصب بکنن مردم ترویج خشونت صورت نمیگیره. چرا؟ چون میتونیم به این نتیجه برسیم شبکه‌های اجتماعی داخلی شنود میشن و اگر کسی بخواد ترویج خشونت بکنه فردا میان با گونی میبرنش. خیلی راحت میتونیم این تحلیل رو بکنیم. اما آقای آذری جهرومی میاد یه سوتی میده و توی یکی از صحبتاش میاد میگه که ما تونستیم دیتاهای مردم رو پایش بکنیم. گوش بدید. من بیشتر اعتبار اینا ناشی از فیلترینگ تلگرام خط شدید و اگر این فیلترینگ شاید با این شیوه پیش نرفته بود اینها میتونستن خیلی مسیر بهتری رو تجربه کنن، کما اینکه بعد از اینکه مقام معظم رهبری کانالشون رو از تلگرام آوردن داخل اینا، ما که پایش میکردیم می‌دیدیم اینا یک شیوه افزایشی رشد دارن. اما به نظر میرسید که فیلتر کردن تلگرام اون شیب رو یه مقدار کند کرد، چون به نوعی همراهی که بایستی صورت میگرفت
شکل نگرفت. آقای آذری جهرمی یک بار برای همیشه بعد بیاد به مردم توضیح بده منظورش از پایش اطلاعات چی هستش که بعد تو صدا سیما میگه که ما پیام‌های مردم رو نمیخونیم و امنیت داره و از این صحبتایی که اگر هر بچه‌ای هم بشنوه متوجه میشه که تمام پیام‌ها در ایران خونده میشه. آن چیزی که بنده لازمه بگم، این چیزی که امروز توی شبکه‌ها در رابطه با پیام‌رسان‌های داخلی مطرح میشه، بخش عمده و قابل توجهیش فضاسازی و شایعه سازی. این که این پیام‌ها خونده میشه، دیده میشه، پیگیری میشه. امنیتی در حوزه این اطلاعات وجود نداره در سمت سرور سایت و این اطلاعات فرضاً به راحتی در اختیار هر کسی که میخواد قرار بگیره هست. دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز از تهدیدات اقتصادی تلگرام برای کشور گفت، با عرضه ارز مجازی که به زودی از سوی این پیام رسان عرضه خواهد شد. تاریخ قطعی هنوز برای تعطیلی تلگرام، انسداد تلگرام یا تصمیم قطعی برای انسداد تلگرام تا کنون اتخاذ نشده. پیام رسان‌های داخلی که در داخل منتخب هستند و مورد حمایت دولت قرار میگیرند، اینها در حقیقت همشون موظف هستند که بات‌هایی رو فراهم بکنن که انتقال کسب و کار از تلگرام به پیام رسان‌های بومی به سهولت و به راحتی صورت بگیره. همه این جنجال ها و دعوا و جدل ها و فیلتر کردن ها به خاطر این هستش که مردم رو هدایت بکنن به پیام رسان‌های داخلی، به پیام رسان‌های داخلی که وصلن به خودشونن وام های میلیونی و میلیاردی بدن و بعد از اونم اصلا مشخص نشه که تکلیف اون وام ها چی شده و چرا این پروژه ها شکست خورده. قطعا این پول ها از جیب من و شما خرج میشه و به جیب یه سری دلال ها و مافیاهای دیجیتالی میره.